جان کباب است. کباب البته کباب نیست، جوجه است دوستا، دیگه جوجه است. خب دوستای عزیز، تراکتور رو در اینجا آوردیم ایستاد کردیم به خاطر که اینمی زیر پای اسبا رو داخل از این تریلی گرفته بودیم، اینجا خالی میکنیم به خاطر که داخل میخوایم کباب درست کنیم. خدای نکرده یک چیز نشه دوستا، دیگه همراه ما باشین دوستا. خدا یارتان. دیگه این طبیعت رو میبینین که طبیعت هست دیگه، بهار سال نو دیگه کم کم چی میشه. و اینجا هم استخر است که میبینین دیگه، داخلش کلا ماهی پرورش میشه. اینجا هم که گفته شنو کردن ممنوع، ماهی پرورش دیگه. آب از اینجا میاد داخل استخر. از کجا؟ این از اینجا، از اینجا آب میاد داخل، از اون میرن تو میرن باز از زیر از این میره اون طرف داخل استخر دیگه. اینجا که خودموست دیگه، خودمو که زندگی میکنیم، جای سابقه. بریم برای آماده کردن کباب. خب دوستا اینجا آتش آماده کردیم که بخیر آتش بخیر خوب سه چی شود. یکی از بنزین است، یعنی بنزین دیزل همی یک چیز است دیگه، مقصد به خاطر که آتش یک ذره روشن‌تر میکنه. ولی سرک سرش بندازم مثلا آتش زیادتر میشه دیگه. این چوب که آماده شد دیگه بخیر وقتی چی شد براتون میگم که چی رقم ایره باز چی میکنیم. فعلا دور برش چی نذاشتیم به خاطر که چوبا بسوزه و زغال جور شود، بتونیم که ازش چی کنیم. دیگه آتش با این تا خوب صحیح روشن‌تر شد. اینه ازش چیز زیاد انداختم، از خاطر ذره زیادتر کردیم آتش که زود چوبا نرم شود. البته که چوبا کم است، باید این چوبا را میده میده بندازیم تا ای که آماده شود. این تو میندازیم کنارشان دیگه. حالا آتش داره دیگه، خودشان میسوزه و آماده میشه. اوه که آماده شد یک ذره رفت دوستا. کبابمون بخیر آماده شد دیگه. کمتون یک چیز شد دیگه. ایسته که منتظر است که بخوریم. یک لحظه اونه که آماده شد دوستا. یادم رفته بود که من چرا قبل از آتش مثلا ما ویدیو بگیرم و دانه دانه اینا را بچینم، اما یادم رفت. یعنی مثلا کلا فکرم در کار بود دیگه بود، هیچ کلا یادم رفت که این سیخا را دانه دانه ما مثلا بچینم، از روی ویدیو بگیرم. شما هم دیگه مرا ببخشین دیگه. سابسکرایب لایک یادتان نره. جگرتان جانم تا ویدیو بعدی.